سلام، به ولاگ روز کنکور خوش اومدین. امروز قبلی بود که من برم کنکور. اینجا داشتم توضیح میدادم که چرا اون روز نبودم. وسایلمو از جعبه کنکور برداشتم، مداد و این حرفا. بعدش سورپرایزم کردن، واسم گوجه سبز گرفتن که من خیلی خوشحال شدم. اینجا تو راه رفتن به بستک بودیم که بالاخره رسیدیم و من اینجا داشتم استراحت میکردم، نمیتونستم بخوابم. بلند شدم لباسمو تو کردم، دیدم واقعا خیلی دیر شده. بعد شروع کردیم با تأخیر حرکت کردن. اینجا تو ماشین داشتم از خودم کلی فیلم گرفتم که مثلا استرس از بین بره. بالاخره رسیدیم بستک و کلی واقعا دیر شده بود. اینم وسایلا من. اینجا رسیدیم و من رفتم تو سالن، اجازه گوشی بردن رو من نداشتم. اینجا هم خارج شدیم، من با یه ذوق خاصی خارج شدم و اینجا سوار ماشین شدیم که حالا بریم. اینم مسجد جامع بستک، چون روز جمعه بود، نماز بود و خیلی شلوغ بود. ما جنوبی مسجدمون خیلی خوشگله واقعا. بعد اینم تو ماشین داشتم از خودم فیلم گرفتم. خروجی بستک رو دارین مشاهده میکنید. بعد اینجا گفتیم بریم بام ببینیم هواش چطوره، شاید بتونیم بشیم. اما خب چون خیلی گرم بود ترجیح دادیم برگشت. اینجا هم هرنگه. وقتی رسیدیم روستا، از اونجا من ماشین رو روندم و تا خونه من ماشین رو گرفتم. وقتی رفتیم خونه ناهار خوردیم، استراحت های لازم رو انجام دادیم و اینجا هم دیگه داشتیم برمیگشتیم چارک خونمون. امیدوارم از این ولاگ خوشتون اومده باشه. مرسی.